سلام عرض میکنم خدمت شما. طریق درست کردن لامپ امتحان و کارهای اون رو میخوام بهتون یاد بدم. یک پاترون و لامپ تک کنتاک نیاز هست، یک سیم مفتول 3 که سرش رو تیز میکنین و یک دونه گیره که حالا بهتون میگم که اینا به چه کاری میاد. میریم که با هم درستش کنیم. گیره رو به یک سیم لامپ و سیم که سرش رو تیز کردین رو به سیم دیگه لامپ وصل میکنیم. گیره برای این هست که شما اتصالتون رو بدون اینکه بخواین اون رو دست بگیرین به سر جای خودش کیپ کنین و سیمی که اون سرش رو تیز کردین برای این هست که شما بدون اینکه روکش سیم رو بخواین در بیارین با سوراخ کردن اون میتونین برقدار بودن یا نبودن سیم رو تست کنین. مورد بعدی استفاده از این لامپ برای فیوز ها هست که شما بدون اینکه فیوز رو از جای خودش بخواین در بیارین میتونین امتحان کنین که این فیوز سالم هست یا خراب، که اینو توی یک ویدیو دیگه به صورت کامل براتون توضیح میدم.